یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. سالها پیش توی یک ده کوچیک پسر کوچولویی با مادرش زندگی میکرد که اسمش حسن بود. اونا خیلی فقیر بودن و از مال دنیا فقط یه گاو داشتن که چون حنایی رنگ بود حسن خانم حنا صداش میکرد. بچه ها نمیدونین حسن خانم حنا رو چقدر دوست داشت. باهاش بازی میکرد، اونو به چرا میبرد، ازش مواظبت میکرد، بهش چیز یاد میداد و خلاصه خانم حنا حسابی مونسش بود. تا اینکه یکی از شبای زمستون که هوا خیلی سرد بود و برف و سوز بدی هم میومد، سقف طویله ریخت. مادر حسن از همه جا بی خبر توی خونه نشسته بود و داشت کت حسن رو وصله میکرد که حسن دوون دوون خودشو به مادرش رسون. وای چه هوای سردیه، چه سوزی میاد. یه چایی بریزم بخورم تنم گرم شه. مادر جونم سلام. قربونت برم مادر جونم. هیچکی تو دنیا همچی مادری نداره. مادر خودمه. حتما بازم یه چیزی میخوای که این ادا رو در میاری، اما دیگه هیچی نداریم. نداریم با ناله سودا کنیم حسن جون. نه والا به خدا هیچی نمیخوام. فقط میخواستم بگم هوا خیلی سرده ها. سوزم میاد. عجب سرما هم خوردی؟ سقف طویلم ریخته پایین. خب تو خونه که گرمه حسن جون، همینجا بمون دیگه هم نرو بیرون. خانم حنا سرما میخوره ها. بذار بیارمش تو رو خدا. امان از دست تو. کاش اقلن یه ذره عقل تو کلت بود. حسن خجالت داره، ناسلامتی بزرگ شدی، باید کمک مادرت باشی. اینقدر به فکر بازیگوشی نباش، بچه که نیستی. بذار بیارمش تو. گفتم تو رو خدا، گفتم جون حسن. اگه بابام زنده بود حتما میذاش بیارمش تو. کاش تو هم اقلا یه ذره دوستم داشتی. آخه حسن جون تو این یه ذره اتاق، تو این قوطی کبریت چطور میخوای خانم حنا رو جاش بدی ها؟ من جاش میدم. بذار بیارمش تو رو خدا. اگه نذاری شب میرم تو طویله میخوابم، سرما میخورم میمیرم ها. اما اگه بذاری عوضش چی؟ عوضش هر چی بگی میگم چشم، هر کاری بگی میکنم. خیلی خوب حسن، برو بیارش. جون بیا خانم حنا بیا. اما حسن یادت نره ها، گفتی هر کاری بگم میکنی ها. باشه خانم حنا بیا تو اجازه داد خانم حنا. مهم یه شب که هزار شب نمیشه، بذار امشب و خوش باشه. طفلکی خبر نداره فردا باید بره خانم حنا رو بفروشه. حسن از خوشحالی در پوست نمی گنجید. چون خانم حنا رو خیلی دوست داشت، دلش میخواست هر طوری شده اونو از سرما نجات بده. به دو رفت سمت طویله و خانم حنا رو کشون با خودش آورد. حالا چطوری میخواست گاوه به اون گندگی و توی اون اتاق کوچیکشون جا بده خدا میدونه. ما یا دیگه بیا. یا دیگه نفس نزن. بیا دیگه. اینقدر تنابه نکش، از نفس افتادم. بیا تو، خجالت نکش. بیا تا پشیمون نشده ها. بیا تو. خیلی خوب، همینجا واستا. مادر حسن حسابی مشغول خیاطی و وصل پینش بود و پاک قضیه آوردن خانم حنا رو فراموش کرده بود که حسن با گاوش وارد شد. مادر جونم آوردمش. چی؟ راستی گاو به این گندگی رو آوردی تو اتاق؟ آخه کی به تو گفت؟ تو خودت گفتی بیارش تو. من گفتم؟ خیلی خوب، مواظب باش چیزی رو نندازه، جایی رو کثیف نکنه ها. چیزی رو نندازی؟ نه جایی رو کثیف نکنی ها. نه. چرا اینجور هاج و واج واسطی منو نگاه میکنی؟ بیا بشین با هم بازی کنیم.
بذار منم بشینم. آها خش. خب چه بازی دوست داری؟ ما من که نمیدونم ما چیه؟ اتل متل بازی کنیم. ما خب پاهاتو دراز کن. آهان. اتل متل تو طوله، گاو حسن چجوره؟ نه شیر داره و نه پستون، گاوشو بردن هندستون، یک زن کردی بستون، اسمشو بذار عربزی، دور کلاش قرمزی. پاتین و واتین یه پا تو وچی. ما تو وچی. ما از اول اتل متل تو طوله، گاو حسن چجوره؟ نه شیر داره و نه پستون، گاوشو بردن هندستون، یک زن کردی بستون، اسمشو بذار عربزی، دور کلاش قرمزی. پاتین و واتین یه پا تو وچی. ما تو وچی. ما یک دو مال تو، یک دو مال من. حالا شدیم مثل هم. اگه منم 4 تا پا داشتم بازیمون خیلی خوب میشد. ما از اول اتل متل تو طوله، گاو حسن چجوره؟ نه شیر داره و نه پستون، گاوشو بردن هندستون، یک زن کردی بستون، عباسی دور کلاش قرمزی. پاتین و واتین یه پا تو وچی. منم حالا یه پا دارم و یه پا دارم، یه پا دارم، یه پا دارم، یه پا دارم، یه پا دارم. بچه ها، حسن از خوشحالی اینکه این دفعه نوبت اون شده بود یهو از جا پرید و یه پایی شروع کرد دور خانم حنا لیلی کردن. خانم حنا هم پا شده بود و دور خودش میچرخید و نزدیک بود همه چی رو به هم بریزه. این بود که مادرش از کوره در رفت. یه پا دارم و یه پا دارم، یه پا دارم و یه پا دارم، یه پا دارم. وای حسن سرم رفت. چقدر آخه تو حرف میزنی؟ وای بام، وای چرا داد میزنی؟ وای بام، بام انگار بام پیچ خورده. پاتو پنت و تلانه بیرونت میکنه. پیچ بشی. حسن جون یه دفعه هم که شده دست از بازی گوشی بکش و به حرف مادرت گوش بده. ما حسن جون پسرم، میدونم که خانم حنا رو خیلی دوست داری. ما آره اما دیگه چاره ای نداریم. اگه اونو نفروشیم از گرسنگی میمیریم. ما چی؟ خانم حنا رو بفروشیم؟ ما حرفشم نده. ما خانم حنا رو بفروشیم من از قصه فکر میکنم. ما تازه خانم حنا بی من میمیره. ما حسن جون یه دفعه هم که شده عاقل باش. هر کی بخرتش ازش مواظبت میکنه، نمیذاره بهش بد بگذره. تو هم بی خودی قصه نخور. اگه یه وقت بردنش قصابی چی؟ ما اگه یه وقت کشتنشو وای خوردنش چی؟ ما من نمیذارم. ما تازه من خانم حنا رو دوست دارم. آخه دوست منه. ما حسن جون گاو که واسه آدم دوست میشه. ما تازه حسن جون خانم حنا هم که کاری ازش بر نمیاد. مگه دوستی واسه کاره؟ تو رو خدا نفروشیمش، گناه داره ها. حسن جون ما مجبوریم، چاره ای نداریم. حاضری مادریت از گرسنگی بمیره؟ ما حسن با قصه یه نگاه به مادرش میکرد و یه نگاه به خانم حناش. مونده بود که چی بگه. بعد با ناراحتی سرشو انداخت پایین. مادرش بهش گفت ببینم نکنه خانم حنا رو بیشتر از من دوست داری؟ ما بیشتر که نه. اما چرا گندم نکنیم؟ ها گندم میکنیم، گندم رو درو میکنیم بعد میفروشیم. ما که مزرعه نداریم، یه باغچه داریم قده غربی. ما که هیچی پول نداریم، پول بذر از کجا بیاریم ها؟ بچه‌ها، حسن که نمیخواست این حرفا رو بشنوه گوشاشو دو دستی گرفته بود. مادرش هم پشت سر هم داد و بیداد میکرد و توجهی به کارهای حسن نداشت. آخرش حسن مجبور شد بگه من کرم نمیشنوم. حالا دیگه کر شدی چیزی نمیشنوی ها؟ حسن گوش بده، لجبازی رو بذار کنار. بالاخره همه کارا درست میشه حسن. الانم دیگه وقت خوابه، باید هر دومون بگیریم بخوابیم، چون که صبح زود خیلی کار داریم. حسن جون بیا پسرم، یه دفعه هم که شده به حرف مادرت گوش بده، دست از لجبازی بردار. ما من خوابم نمیاد. ما
گریه نکن. گریه نکن دیگه. گریه نکن دیگه. چی شده اینطور گریه میکنی؟ میخواد ما رو از هم جدا کنه؟ بالاخره هر کاری یه چاره‌ای داره. من که هنوز نمردم که تو اینطور داری گریه میکنی. کاشکی بابام زنده بود. اگه بابام زنده بود ازش پول میگرفتیم میدادیم به مادرم. دیگه مجبور نبودیم تو رو بفروشیم. بگی بشین، خسته شدی ها؟ بشین. باریکلا. حالا بذار رود لحاف بندازم سرما نخوری یه وقت ها؟ تو قصه نخور، بالاخره همه چی درست میشه. بیا الان لحافو بندازم رود. آها درست شد. خب کاش که اقلن میشد یه جا قایمت کرد. آخه تو چرا انقدر بزرگی که تو هیچی جا نمیشی ها؟ حسن لحافشو داد به خانم حنا. بیشتر از اینا دوستش داشت که بذاره اون سرما بخوره. بعدش هم خودش رفت روی پشت خانم حنا دراز کشید و به یاد حرفایی که درباره قدیما از مادرش شنیده بود افتاد و سر درد دلش باز شد. مادرم میگه ها اون قدیما یه مرغی بوده تخمای طلا میذاشته. یه چنگم بوده همه مردم دهو خوشحال میکرده. حسن باز که تو بیداری، بیا بگی بخواب. نمیذاری منم بخوابم و عجب بچه‌ایه. خیلی خوب الان میخوابم. خانم حنا تا صدای مادر حسن رو شنید از ترس فوری خودشو زد به خواب. بیدار شو. باشو دارم باید حرف میزنم. بازی در نظر خوابید. آره تو مرغ تخم طلا و چنگ سحرآمیز و باورت میشه؟ تو همه چی رو باور میکنی، من که باورم نمیشه. حالا چی کار کنیم؟ کاش که اقلن هیچکی تو رو نخره. چی کار کنیم ها؟ چی؟ فهمیدم زردچوبه. زردچوبه الان میرم هرچی زردچوبه تو خونه داریم میارم میمالم به سر و صورتت. زرد و زار میشی دیگه هیچکی نمیخرته. همینجا ساکت بشید تا من بیام. میرم تو پستو زود برمیگردم. صدا نکنی ها. حسن یواشکی رفت تو پستو و هر چی زردچوبه توی قوطی حلبی مادرش بود با خودش آورد و با دقت مالید به سر و روی خانم حنا. اگرچه مقدار زردچوبه ها کم بود اما خانم حنا بفهمی نفهمی زرد شد. حسنم یه خورده خیالش راحت شد و بعد بالش کوچیکش رو بغل کرد و سرشو کنار سر خانم حنا گذاشت و خوابید. فردای اون روز مادر حسن اونو از خواب بیدار کرد که خانم حنا رو برای فروش به بازار ببره. حسن با بیمیلی و ناراحتی از خواب بیدار شد. حتی دلش نمیخواست ورزش کنه. با مادرش هم زورکی خدافزی کرد و به راه افتاد تا خانم حنا رو ببره بفروشه. توی راه اول از همه برخورد به آقا معلم و قلم آقای عطار. تو این روزنامه هم که همش مزخرف می‌نویسن غلام آقا. این که درست نیست جان من، درست نیست. عافیت باشه آقا معلم. خیلی متشکرم، سلامت باشین. آقا معلم بله؟ بلند بخونیم که ما هم خبرهای روزو بشنویم. ما که سواد نداریم. ای بابا خبری که نیست، همش همون حرفای همیشگیه. فقط اینجا نوشته که سرماخوردگی سختی بین بچه‌ها شایع شده. حالا فهمیدم، پس برای همینه که تمام دواهای عطاری ما رو مثل نقل و نوات میبرن. بله دیگه، حتما به همین علته که غیبت بچه‌ها این روزا زیاد شده. بله عافیت باشه. خیلی متشکرم آقا معلم. بله میفهمونید. شنیدم شما همه روزنامه هاتون رو جمع میکنید. بله آقا، چطور مگه؟
میخواستم بگم اگه یه وقت روزنامه های باطلتون رو لازم نداشتین بدین ما پاکتشون کنیم. آخه از بس این روزا دوا میخرن پاکت کم آوردیم. بله نفهمیدم. آقا من 10 ساله که دارم روزنامه‌مو جمع میکنم، حالا شما میخواین پاکتشون بکنید؟ چه خدا بد نده، عصبانی نشین، واسهتون خوب نیستا. نه چیز مهمی نیست. مثل اینکه سرماخوردگی به منم سرایت کرده. ببینم راستی گلگاو زبونی چیزی داری به ما بدی؟ برای شما البته، برای شما هر چی بخواین داریم آقا معلم. ما صدا نکن. صدای کیه؟ ما صدا نکن. انگار حسنه. بله خودشه، شاگردتونه آقا معلم. بله خودشه، داره گاوش هم با خودش میاره مدرسه. عجب بچه‌ایه. ای آقا معلم، گاوو که مدرسه نمیارن. توجه بفرمایید، مگه گاو به این بزرگی رو نمیبینین؟ سلام آقا معلم. سلام قلم آقا. ما علیکم السلام. مگه امروز نمیخوای مدرسه بیای حسن جون؟ اجازه آقا. آره. ما امروز باید گاومون رو ببریم بازار بفروشیم. شما میخوای گاوتو ببری بازار بفروشی؟ ما هم امروز میخوایم جدول ضرب رو تموم کنیم، تو هم باید باشی. خیلی غیبت میکنی ها. اجازه آقا. آره. ما امروز باید گاومون رو ببریم بازار بفروشیم دیگه. ما به جای اینکه بیای مدرسه میخوای بری گاوتو بفروشی؟ تو رو خدا میبینی قلم آقا. اینقدر سخت نگیرین آقا معلم، این بچه یتیمه، مادرش هم دست تنهاست. بله. راستی قلم آقا، حالا پسرتون چطوره؟ خیلی وقت مدرسه نیومده ها. بهتره حسن جان، بهتره. از بس حله حوله میخوره، مدام مریض، مجبورم تمام دواهای دکونو بدم اون بخوره. بله آقا دیگه، شما تو خونه منم تو مدرسه، از دست این بچه ها عذاب میکشیم والا. شیرینیشم به همین عذابشه آقا معلم. ما ای آقا شیرینیش کجا بود؟ راستی ببینم ساعت چنده؟ ساعت؟ اجازه بدیم. ساعت 8:30 قربون. ای داده بیداد، دیر شد. من دیگه باید برم. منم باید برم. الان مردم دم دکون صف کشیده. صبر کن با هم میریم. یه دقیقه صبر کنیم من یه نصیحتی به این بچه بکنم. ببین حسن جان. بله. گوش کن. اگه تو بخوای امسال درس نخونی و جدول ضربم حفظ نکنی و مدرسه هم نیایی و خب رد میشی پسر جون. چشم. گوش کن، درستو خوب بخون، بعد بیا مدرسه. اول از همه از تو میپرسم. خداحافظ پسر جان. چشم. خداحافظ آقا معلم. خداحافظ قلم آقا. من چند بار به این مادرش گفتم مواظبش باشه که بیشتر از 3 جلسه غیبت نکنه. مادرش هم که قول داد ولی عمل نکرد. 2 3 تا 13 تا 3 4 تا 5 6 تا. تو که جدول ضرب بلد نیستی. اصلا تو میدونی 7 8 تا چقدر میشه؟ چقدر میشه؟ نمیدونی 12 تا میشه. قصه نخور. یه کاری میکنم که هیچکی تو رو نخره. تازه بچه‌های دیگه که جدول ضرب یاد میگیرن کاری ندارن آخه. اصلا مجبور نیستن گاوشونو بفروشن. واسه همینه که جدول ضرب یاد میگیرن. ولی من باید همش مواظب باشم یک وقت کسی تو رو نخره. تو همینطور دنبال من بیا خب؟ سر و صدام نکن خب؟ نمیفهمی سر و صدا نکن یعنی چی؟ اگه خریدنت به من چی؟ حسن تناب گاوشو میکشید و میرفت، در حالی که حفظ کردن جدول ضربم شده بود یه دردسر تازه. خم شد و یه خورده علف چید که به خانم حنا بده بلکه سر و صدا نکنه. اما تا سرشو بلند کرد رعنا خانم همسایه دیوار به دیوار خونشونو دید. سلام خاله رعنا. سلام به روی ماهت گل پسر قنده عسل. کجا داری میری خاله صبح به این زودی؟ داریم میریم بازار گاومونو بفروشیم. میخوای گاوتونو بفروشی؟ مادرت خبر داره خاله؟ مادرمون خودش گفته گاومونو ببریم بازار بفروشیم. حق چیزای نشنیده. غروب یه سر به مادرت میزنم ببینم واسه چی دیگه میخواد گاوشو بفروشه. خونه است خاله؟ بله خونه است. خوب شد. میگم حسن جون داری میری بازار، حواستو جمع کن خاله، تو بازار گرگ زیاده. خاله مواظب باش، سر آدمو کلا میذارن. نه خیر مواظبم. الانم زود را بیفت قربونت برم که زودم برگردی مادرت دلواپس نشه. آفرین پسر. چشم خدا حافظ.
دست خدا به همراه. جعفر قصابم من، تو قصابی علافم من. چه پسری آدم حظ میکنه 10 تا از این پسر آدم داشته باشه دیگه هیچ قصه‌ای توی دنیا نداره. جعفر قصابم من، تو قصابی علافم من. چه خبری جعفر سر صبحی با سیراتو انداختی به سرت؟ سلام علیکم رعنا خانوم، چطوری خانوما؟ سلام علیکم مشتی. داشتم می اومدم دکون شما گوشت بخرم، ایشالله که گوشت تازه داریم. ای بابا این روزا که گوشت گیر نمیاد رعنا خانوم. دارم میرم میدون، گاوی، گوسفندی، شتری چیزی گیر بیارم بخرم اونو برم دکون. وا دنبال گاو میگردی جعفر؟ آره بابا. پس بجنبین. حسن داره میره بازار گاوشو ببره بفروشه. مادرش گفته به شما بده، البته بهتر که بده به غریبه. بجنبین. رفتم رعنا خانوم، زد زیاد. بده صبر کن. میگم جعفر این بچه یتیمه، یه وقت نکنی سر بچه رو کلاه بذاری یا پیش خدا این کارا مشغول زمگی داره. بله جعفر و این حرفا بابا. ای والله. خوب شد. خداحافظ. زود بجو. به سلامت. بچه‌ها قصاب تا قضیه گاو حسن رو شنید با عجله دنبال حسن به راه افتاد. حسن هم که از دور قصاب و دیده بود و دلواپس خانم حنا بود، جلوی گاو شروع کرد به ورجه برجه کردن و الکی شعر خوندن. مثلا خودشو زده بود به اون راه که نمیخواد گاوشو بفروشه که قصاب نفس زنان سر رسید. خونه خاله کدوم بره؟ از این بره و از اون بره، از این بره و از اون بره. ماشالله چه گاوی. به. سلام حسن جون. سلام جعفر، حال شما چطوره؟ شنیدم میخوای گاو تو بفروشی حسن جون. داشتم باش بازی میکردم. خونه خاله کدوم بره؟ از این بره. ای بابا واسه کنار بابا بینم، واسه کنار. رعنا خانوم گفت میخوای گاو تو بفروشی. ماشالله چه گاو چاق و چله ای هم. ای وای این چاق و چله بیچاره درد و زار و لاغره داره میمیره. واسه همینه که میخوایم بفروشیمه. آره یه خورده زرد که هست، یه خوردم زاره. خب حسن جون حالا همینجوری زرد و زار چند؟ ماشالله عجب رونی داره، حرف نداره. ماشالله بابا 300 کیلویی گوشت لقم داره جون شما. مشرفت راستش مادرمون گفته گاهو با آشنا نفروشیم، گاهو با آشنا نفروشیم. چه گاویه واسه کنار بابا، چه گاویه. به مادرم گفته نیست که گاو مریضه مشرفت. اگه به شما بفروشیم یه وقت چشممون تو چشمتون میفته، اون وقت خجالت. مثل این که نمیشه با تو معامله کرد. بهتره برم پیش ننه حسن و گاوو از خودش بخرم. زرد زیاد حسن جون. خداحافظ شما. جعفر قصابم من، تو قصابی علافم من. جعفر قصابم من. داشتم زهر ترک می شدم. نگفتم بهت سر و صدا نکن، قصاب یه وقت میاد میبرتت. بچه‌ها حسن تازه از دست قصاب یه نفس راحتی کشیده بود که ناگهان صدای عجیب و غریبی اومد و برای چند لحظه همه جا تاریک شد. وای این چیه؟ حسن شما کی هستی؟ حسن شما کی هستی؟ من اومدم خانم حنا رو از تو بخرم. خانم حنا؟ شما اسم من و گاوم از کجا میدونی؟ من همه چیزو میدونم پسر جان. خانم حنا مریضه آقا، زرد زخم، سیاست آبل مرمون و با سرطان، همه مرضای داره. آبل گاوی داره. حسن جان
گفتم که من همه چیزو میدونم و اسم پدرت هم بلدم. خانم حنا مریض آقا. عطا کن. سلطه کن. خب تازه آبل گاویم داره ها. حسن من خانم حنا رو از تو میخرم و حالش هم خوب میکنم پسر جان. حالا بیا میخوام یک چیزی بهت بدم. بچه‌ها، پیرمردی که جلوی حسن ظاهر شده بود لباسای عجیب و غریبی داشت. چشماش برق میزد و یه خورجین مخصوص هم روی دوشش بود و درست و حسابی شبیه همون جادوگرایی بود که همیشه مادر حسن توی قصه هاش واسه حسن تعریف میکرد. برای همینم حسن هاج و واج وایساده بود و تماشاش میکرد. بیا چیه؟ بیا این لوبیای سحرآمیز مال تو. لوبیا؟ آره پسر جان، این لوبیای سحرآمیز مال تو و خانوم حنا هم مال من. لوبیای سحرآمیز چیه دیگه؟ آقا بیا لوبیاتو بگیر قابمو بده. آقا کجا رفتی؟ آقا چرا رفتی؟ قابمو کجا بودی؟ قابمو بده، من قابمو میخوام. آقا. بله بچه‌ها، تفلک حسن تا به خودش اومد پیرمرد جادوگر غیبش زد. من قابمو میخوام، لوبیا نمیخوام. من لوبیا نمیخوام، قابمو میخوام. چرا هرکی به من میرسه کلا سرم میذاره آقا؟ مزن که حسن حالا من چیکار کنم؟ جواب مادرم و چی بدم؟ آره بابا بذار ببینم داره چی کار میکنه. گوش کن. این پسره که عقل تو کلش نیست. خب اصلا تعجبه که از اون پدر یه همچین پسری به دنیا بیاد. ببین نه بابا. ببین مادرش هم از دستش دغمک شده. یعنی مرده؟ نه بابا استغفرالله، فقط مرگ شده، یعنی دغمک شده. بذار ببینم بابا چی شده حسن؟ داری چی کار میکنی؟ گریه میکنی؟ داشتم گاومو میبردم بازار بفروشم. خب یه دفعه یه پیرمرد عجیب و غریبی اومد گاومو خرید. خب تا اینجاش که خیلی گریه دار. بعدشم دیگه نفهمیدم چی شد. نه بابا صبر کن ببینم، مگه تو گاوتو بازار نمی بردی بفروشی؟ چرا؟ بعد چی؟ اما اون به جای پول فقط همین لوبیا رو به من داد. لوبیا گوش کن، این پسره که یه رودایی راست تو شکمش نیست. بابا داره پرت و پلا میگه. خب میگفتی حسن جون گاوتو دادی و این لوبیا رو گرفتی؟ آره بله، پیرمرد گفت لوبیا سحرآمیزه. تازه اسم منو گاوم هم میدونه. گاوش هم اسم داره. ببخشید راستی اسم گاو شما چی بود؟ اسم گاو من؟ اسم گاوم خانوم حنا. بهتر بود اسم گاوتو میذاشتی اعظم السلطنه. ببینم حسن جون، گفتی که لوبیاش سحرآمیزه؟ بله. حتما خود پیرمردم سحرآمیز بوده. نبوده؟ پس حتما جای گوشاش 2 برگ کاهو بوده. گوش داشت. ببینم حسن جون دماغم داشت؟ بله. دماغش شکل سیب زمینی پیازی چیزی نبود؟ ببینم حسن جون ریشم داشت؟ بله. ببینم توی ریشاش لونه گنجیش نبود؟
نکنیم دیگه. پس سرم برداری. خودشون دیوونم خیال میکنن منم خورم. من بگو که از نپایینا حرف میزنم. بچه ها اونقدر این دوتا آدم الکی خوش حسن رو مسخره کردن که تفلکی کلافه شد. پا شد و با گریه و ناراحتی از پیش اونا رفت. چی شد رفت؟ نکنیم ما اذیتش کردیم. میگم رفت که رفت. بریم یا خدا اونورتر یکی دیگر رو پیدا کنید. تفلکی حسن اونقدر به آدمای جور و جور برخورد که نفهمید اصلا کی غروب شد. مادر حسنم دل تو دلش نبود که چرا حسن دیر کرده. با هر سر و صدایی که میشنید هی میرفتم در و هی میرفتم پنجره و با خودش حرف میزد. نه خیر نیومد. معلوم نیست کجا رفته. حالا کجا دنبالش بگردم؟ انگار آب شده رفته زیر زمین. خدا کنه بلایی به سرش نیاورده باشن. حتما سرش کلاه گذاشتن. حالا چیکار کنم؟ بذار چشمم به چشمش بیفته. میدونم باهاش چیکار کنم. صبر کن. بذار ببینمش. هر وقت یک کاری بهش دادم رفت دنبال بازیگوشی خودش. اصلا به فکرم نیست. چقدر باید از دستش هرس بخورم. بذار بیاد. سلام. بله سلام و زهره. کجا رفته بودی؟ داشتم دق میکردم. گاوو فروختی یا نه؟ فروختم. زودتر بگو جونمو به لبم رسوندی. چرا اینقدر دیر کردی؟ چند فروختی؟ حسن لوبیا رو با ترس از پشت سرش بیرون آورد و نشون مادرش داد. چی دیناش؟ ایناهاش؟ ببینم چه لوبیای بزرگی. چه رنگی داره. گاو دادی اینا گرفتی؟ به خدا پیرمردی که خریدش فقط همینو به من داد. پیرمردی که خریدش فقط همینو داد؟ مگه عقل از سرش پریده؟ منو بگو که عقلمو دادم دست این یه وجبی خلوچه. حالا چه خاکی به سرم کنم؟ آخه حسن این لوبیا به چه درد ما میخوره ها؟ مادر حسن اونو حسابی دعواش کرد و با عصبانیت لوبیا رو از پنجره پرت کرد بیرون. چرا انداختیش بیرون؟ ندیدی چقدر بزرگ بود؟ ندیدی چقدر قشنگ بود؟ پیرمرده گفت جادویی، گفت سحرآمیزه. اون وقت تو انداختیش بیرون؟ جادویی سحرآمیزه؟ کی میخوای دست از این حرفات برداری؟ آخه جادو چیه؟ تلپ چیه؟ دیدی چه کلاهی به سرمون رفت؟ لابد میخواستی بکاریمش تا جاش درخت طلا در بیاد ها؟ پیرمرده اسم منو میدونست، اسم گاوم هم میدونست، حتما اسم بابام هم میدونست. بی خود داغ منو تازه نکن حسن. تا کی میخوای تو عالم جن و پری باشی؟ تا یه جا گیر میکنی یاد بابات میافتی. من که گیر نکردم. خب اسم بابام میدونست دیگه. همه مردم ده ما رو میشناسن. اسم تو و بابات هم میدونن. ببین آخه چه کارایی میکنی. منو بگو که فکر میکردم الان با جیب پر از پول میای میرم آذوقه و هیزم میخرم شام میپزم. دیگه یه لقمه نونم نداریم. مادر حسن اونقدر ناراحت شده بود که پاک زد زیر گریه. بیا بگی دماغتو با این دستمال پاک کن. بده به من نیم وجبی. داره به من چیز یاد میده. حسن تمام حواسش پیش لوبیا بود. واسه همین از صدای فین کردن مادرش ترسید و یه متر پرید عقب. چقدر فین میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ خب گریه نداره که. تو خودت همیشه قصه هایی که توش جادوگر بود میگفتی نگفتی ها؟ تو قصه اون پیرمرده رو که عوض یه لقمه نون به اون پسر چراغ جادو داد نگفتی ها؟ پاشو حسن، به جای این حرفا برو در خونه همسایه ببین یه ذره برنج بهمون قرض میدن کته درست کنی. پاشو حسن. کی شام میخوره؟ من که شام نمیخورم. وقتی خانم حنا نباشه منم هیچی نمیخورم. جون خودت زورت میاد پاشی بری در خونه همسایه میگی شام نمیخورم. اگه شام باشه ماشاءالله 2 برابر منم میخوری. ببین حسن چه کارایی میکنی. آخه حسن من از دست تو چی کار کنم؟ هر کاری میخوای بکن فقط خدات نکن. بی صدا. پاشم برم یه چیزی تهیه کنم هم خودم بخورم هم تو. آره پاشو برو. همه کارا رو خودم باید بکنم. همه چیزو خودم باید تهیه کنم. آخه این که نشد زندگی. خانم حنا
ببین حالا که تو نیستی و من اینجا تنها موندم همه به من دعوا میکنن. اگه تو اینجا بودی اقلا با هم متن بازی میکردی. حالا من بدون تو چیکار کنم ها؟ دارم از تنهایی دق میکنم. خانوم حنا دلم برات تنگ شده، زندگی قشنگمون بی تو چه بیرنگ شده. خانوم حنا دلم میخواد بازم بیار تا من برات قصه بگم، از تر بازی کنیم، به خوابونم غذات بدم. خانوم حنا نکنه کشته باشنت کجایی. خانوم حنا دلم برات تنگ شده، زندگی قشنگمون بی تو چه بیرنگ شده. خانوم حنا دلم میخواد بازم بیار تا من برات قصه بگم، از تر بازی کنیم، به خوابونم غذات بدم. خانوم حنا نکنه کشته باشنت کجایی. خانوم حنا نکنه خورده باشنت نیایی. بچه‌ها، مادر حسن دست خالی برگشت چون همسایش هم توی خونه چیزی نداشت. نگاهی به حسن و بالشش انداخت، دید که بالشش خیسه. فهمید که گریه کرده، دلش خیلی سوخت. رفت و لحافشو روش انداخت که سرما نخوره. بعدم خودش رفت توی رخت خواب و مجبور شد مثل حسن بدون شام بخوابه. صبح زود خروس شروع به خوندن کرد. حسن پاشو پسرم پاشو. وای بذار یکم بخوابم. حسن پاشو مگه صدای خروسو نشنیدی ها؟ صبح شده بس بخواب. اگه صبح شده پس چرا هوا تاریکه ها؟ اگه یه خورده صبر و حوصله بکنی هوا کم کم روشنم میشه. چی میشه؟ حسن جون امروز مدرسه نمیخواد بری. ها؟ جون اما حسن اما عوضش باید بری به دکون حسین آقا ببینی شاگرد میخوان یا نه. شاگرد میخوان یا نه؟
چرا لحافتو مچاله میکنی؟ میخوام ورزش کنم. جلوی دست و پامو میگیره. خیلی خوب، ورزشتو که کردی برو. بچه‌ها، حسن میخواست هر طوری هست وقت رو تلف کنه که نره دکونه حسین آقا و شاگرد بشه. آخه دوست داشت روزا بره مدرسه و سواد یاد بگیره. این بود که با حوصله شروع به ورزش کرد. اول با دستاش، 1 2 3 4. بعدش با کمرش، 1 2 3 4. بعد با پاهاش، تا اینکه آخرش رسید به ورزش گردن. همین که گردنش رو به سمت پنجره گردون، چشمش به درخت بزرگ و انبوهی افتاد که هرگز اونو توی حیات کوچیکشون ندیده بود. درخت لوبیا اونقدر بزرگ شده بود که سرش به آسمون رسیده بود. حسن از تعجب زبونش بند اومد. 1 2 3 4. لوبیا چه لوبیا بزرگی، وای چه برگایی داره، قالیچن، وای چه برگایی لوبیا. حسن با عجله پرید تو حیاط و مادرش هم که از حرکات حسن تعجب کرده بود دنبالش دوید که ببینه چه خبره، که چشمش افتاد به درخت لوبیا. وای چه درخت بزرگی، جلل خالق، تا کجا رفته؟ انگار حسن راست میگفتا. بذار ببینم. وای چه برگایی داره، شاید بشه از برگاش استفاده کرد. بذار ببینم. چه سفت، کندم نمیشه. مادر حسن مشغول بر رفتن با برگا بود که حسن ساقه درخت لوبیا رو گرفت و یه راست رفت بالا. اگه کنده نشه به چه درد میخوره؟ ها حسن، به نظر تو چه استفاده ای داره؟ ها حسن الان برمیگردم، بذار ببینم به کجا میرسه. رفتی اون بالا چه کنی؟ بیا پایین، میافتی ها، پاس میشکنه ها. برمیگردم الان میام. رفتی اون بالا چه کنی؟ میافتی سر داغون میشه ها. الان میام. ذلیل نشی بچه، بیا پایین. حسن بیا پایین. اینقدر مادرتو دق نده حسن. بچه‌ها، حسن اونقدر از ساقه لوبیا بالا رفت که دیگه از چشم مادرش به کلی ناپدید شد. دیدی چه خاکی به سرم شد؟ به سرم از دست رفت. من که خودم نمیتونم برم اون بالا، حالا چی کار کنم؟ برم پیش خاله رعنا، من جعفر یکی رو خبر کنم. اینجا موندن فایده ای نداره. برم بچم از دست رفت، کمکم کنی، کمک، آی کمک. بله، حسن رفت تا بالاخره به بالای درخت لوبیا رسید. وقتی به نوک درخت رسید نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاره. اون بالا یک کاخ خیلی خیلی بزرگ بود. حسن که جز خونه های کوچیک و گلی ده خودشون چیز دیگه ای ندیده بود، مات و مبهوت شده بود. در و دیوارای کاخ برعکس قصرهای قشنگ توی قصه ها خیلی خیلی عجیب و غریب و سیاه و ترسناک بودن. این بود که وحشت ورش داشت. وای چه عجیب و غریبیه اینجا کجاست دیگه؟ وای پرندم پر نمیزنه. مادرم راست میگفتا، از بس خل و چل بازی در آوردم سر از اینجا در آوردم. بهتره برگردم برم پایین. وای این چه صداییه دیگه؟ بالاخره اومدی حسن؟ آره این که من شما رو میشناسم. معلومه که منو میشناسی پسر جان.
من همونیم که لوبیای سحرآمیزو به تو داد. لوبیا؟ خانم حنا شکارش کرده آقا، کجا بردیش ها؟ خانم حنا حالش خوبه؟ خانم حنا حالش خیلی خیلی خوبه. حالا به حرفام خوب گوش کن، هر ستم فراموش کن. پشت این در یک کاخه، کاخ یک غول بیشاخه. غول؟ راستی غول اینجاست؟ همون غولی که پدر تو خورده، مرغ و چنگ سحرآمیزو برده. وای حسن، غول اینقدر آدم خورده که حسابشو از یاد برده. اون همش به فکر شکمه، عقل تو سرش خیلی کمه. وای حسن، عقل تو به کار بنداز، به هیچ کسم نگو راز. تو باید با اون بجنگی، میدونم که خیلی زرنگی. من با اون بجنگم؟ آره. یعنی باهاش کشتی بگیرم؟ من که نمیتونم. میتونی حسن، میتونی. طلسم غول به دست توست، حالا دیگه نوبت توست. تو پسر به این زرنگی میتونی با غول بجنگی. حسن، اون درخت لوبیا طلسمشه، غول بیشاخ و دم اسمشه. دیگه حرف و کوتاه میکنم، تو رو روونه راه میکنم. حالا برو اون درو به صدا در بیار و اصلا هم نترس. فقط یادت نره حسن، خانم حنا منتظره. خانم حنا؟ بله، خانم حنا. آقا کجا رفتی؟ چرا یه دفعه قیبت میزنه ها؟ خب حالا من میدونم که باید برم با غول بجنگم. پیرمرده گفت من خیلی زرنگم، میتونم با غول بجنگم. غول که ترس نداره، الان میرم در میزنم. انگار کسی توش نیست. هان چیه؟ چه خبره؟ کیه این وقت روز اینجا پیدا شده؟ حسن دیگه کیه؟ کجایی؟ چی کار داری؟ حسن دیگه کیه؟ بچه‌ها، در کاخ با صدای مهیبی باز شد و یه دفعه یه زن خیلی گنده که هیکلش 30 برابر هیکل حسن بود از لای در ظاهر شد. بله، زن غول بود، اما حسن اونقدر کوچیک بود که اصلاً به چشم زن غول نیومد. وای، چقدر بزرگی! صدات از کجا میاد؟ پایین دامنتونم. حسن دامن زن غولو تکون داد و زن غول تازه چشمش افتاد به حسن. آها، بچه آدمیزاد. اینجا اومدی چه کنی؟ الان شوهرم از راه میرسه، اینجا ببینتت یک لقمه چپت میکنه ها. میداریم بیام تو خانم، گشنمه تشنمه، یه عالمه راه اومدم. بهت که گفتم از همون راهی که اومدی برگرد و برو. شوهرم از راه برسه تو رو میخوره، پدر منم در میاره. منو میخوره؟ مگه بچه آدمم خورنیه؟ تازه من پسر خوبیم. غول از بچه بیزاره، به خوب و بدشم هیچ کاری نداره. اون هر آدمیزادی رو که ببینه میخوره. وای، خیال میکنی بی خودی بهش میگن غول؟ برگرد و برو، تا نیومده برگرد و برو.
حسن دامن زن غول رو گرفته بود و همونطور هی تکون میداد و زن غولم دامنش رو میکشید و هی حسن رو پرت میکرد عقب. بذار بیام خانم، بذار من بیام تو، گشتمه تشتمه، بذار بیام تو. آره گریه کن یالا خیلی خوب، بس دیگه. چقدر سر صدا میکنی؟ خیلی خوب، یا تو به جهنم، ولی هر چیزی دیدی از چشم خودت دیدی ها. در کاخ غول دوباره با صدای عجیبی باز شد و حسن دنبال زن غول رفت تو. یه بچه درسته، ولی حیف که بچه آدمی زاده. حیف گوشتش زیاد خوشمزه نیست. یه قفس بزرگی وای، این چه دیگه؟ چقدر همه چی اینجا بزرگه. بچه ها توی کاخ غول همه چی بزرگ و عجیب بود. قاشقا قد ملاقه بودن، بشقابا قد تشت بودن، چراغاش قد نورافکن بود. یه قفس خیلی خیلی بزرگم از سقف اونجا آویزون کرده بودن. زن غولم مشغول آشپزی شد که 3 گاو وحشی رو که غول قبلا شکار کرده بود واسه اون بپزه. لا 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 لا. وای دارم میدستم. وای چاقوشو خانم. شما اینجا بچه غولم داری؟ آی وای دست به دلم نذار مادر. اگه یه بچه غول داشتم که دیگه غصه ای نداشتم. از دست اون نره غول انقدر عذاب نمی کشیدم. نه ندارم. زن غول پشت یقه حسن رو گرفت و آوردش بالا، گذاشتش روی میز که بهش آب بده. آخه قد حسن تفلکی به اون میز به اون بزرگی نمیرسید. بیا بالا بهت آب بدم بخور که بری. بدو. من دیگه باید عجله کنم، هنوز غذای غول حاضر نیست. از راه برسه غذاش حاضر نباشه دنیا رو سرش میذاره، خونه رو به هم میریزه. یک غول شیکمویی که نگو و نپرس. تو هم زود باش، خستگی تو در کن و برو دیگه. تفلک حسن از گشنگی دلش ضعف میرفت. بوی غذا همه جا پیچیده بود و حسن روی میز یه گوشه نشسته بود، هی بو میکشید. بچه بوی خوبی داره ها. یه دقیقه از اون غذاتون به منم میدیم بخورم؟ بله انگار به غذای غول میشه دست زد. به غذای غول دست بزنی دنیا رو سرت خراب میکنه. در همین موقع صدای مهیبی کاخ غول رو تکون داد و حسن تفلکی حسابی دست باچه شد. این چه دیگه؟ این صدای پای شوهرمه. الان ببیندت یک لقمه چپت میکنه. خانم حالا چی کار کنم؟ بپر بالا بپر پایین. ببینم بپر پایین. اول بپر پایین. وای نمیتونم آخه چطوری؟ تفلک حسن نمیتونست از روی میز بیاد پایین. زن غول از ترس شوهرش دوباره پشت یقه حسن رو گرفت و گذاشتش پایین. بیا برو پایین دیگه. خانم حالا کجا باید چی کار کنم؟ برو اون پشت. برو توی کوزه قایم شو. برو دیگه. باشه رفتم. ماما مواظب باش نبینده تا صدا در نیاد. بدو ببینم نفس نکش تکون نخوری. برو قایم شو. چشم. بچه ها چشمتون روز بد نبینه. چه غولی بود خدا میدونه. وای چه قیافه‌ای داشت. موهای سرش عین طناب بود، چشماش قد یک کاسه، دهنش به گشادی دهن تمساح. وای چه دندونایی داشت. تنش هم عین گوریل پر از پشم بود.
حسن تفلکی توی کوزه مثل بید میلرزید. دندوناش تق تق صدا میکرد. وحشت برش داشته بود که نکنه قول جاشو پیدا کنه. بوی آدمیزاد میاد. نه بوی آدمیزاد نمیاد. حتما باید گشنت شده خیالات ورد داشته. آره، اگه آدمیزاد به چنگم بیفته استخوناشو خورد میکنم، آرد میسازم، میدم به تو. اون میپذی من میخورم. برو زود باش غذا رو بیار. خیلی خوب چه غذایی پختم. به آدم هضم میکنه. زود باش گشنمه. زود باش گشنمه. آروم باش دیگه، آوردم. زود باش. قول پشت میزش نشسته بود و پشت سر هم میکوبید روی میز و حسابی زنشو هول کرده. زود باش گشنمه. زود باش گشنمه. بیا بخور دیگه. بچه ها، زن قول بیچاره وایساده بود یه کناری و منتظر بود که شوهرش یه لقمه از غذا بهش بده. ولی قول اصلاً حالیش نبود و توی همون 3 لقمه اول هر 3 تا گاو و یه راست کرد تو شکمش. زن قول دیگه طاقتش تموم شد و از ترس اون که نکنه از آب گوشتم بهش نرسه بالاخره صداش در اومد. بسته دیگه نوبت منه که غذا بخورم. بده به من دیگه. بسته. باشه بخور، ولی هورت نکش. بله باشه. هورت کشیدی خوشم نیومد. بدش من. هی قول خانم. بله. میگم چطوره؟ حالا بری مرغ تخم طلا رو بیاری تا خستگیم نر بره. من خیلی خوب الان. برو بیاره. خیلی خوب. بی خودی داد نزن، دارم میرم دیگه. زود باش. بیارش. قد قندی بلدی واسم بخندی. زن قول رفت و مرغ تخم طلا رو آورد. حسن یواشکی سرشو یه خورده از توی کوزه بیرون آورد و تماشا کرد. چه مرغی بود. به به. قول شروع کرد به خوندن یه شعر مخصوص برای مرغ که مرغ تخم بذاره. مرغ که تخم طلایی با بالای حنایی. بذار یه دفعه شعرشو من بخونم. من تندتر میخونم. مرغ که تخم طلایی با بالای حنایی. نه. چرا نه؟ اگه تو بخونی چون صدات بده تخم نمی کنه. نمی کنی؟ مرغ که تخم طلایی با بالای حنایی تخم طلا واسم بذار. دیر دار.
تخم حسابی کرده به 100 میلیون میارزه. بچه ها، مرغ زیاد بزرگ نبود، اما هر بار 2 تا تخم طلا میکرد و تخمایی که میذاشت 1 من طلا داشت. حسن سرشو از کوزه بیرون آورد و تخما رو دید. تازه فهمید که غول چه بلایی به سر پدرش و مردم آبادیشون آورده. اگه این مرغ مال اونا بود همه کاراشون درست میشد. بیا غول خانوم، 2 تا تخم گذاشت، بیا بگیر ببرش، ببر پیش طلاهای دیگه، قایمش کن. آخه اینقدر طلا میخوای چیکار؟ حالم دیگه از طلا به هم میخوره. هی تخم طلا، هی طلا، هی طلا. چقدر خوابم میاد. بی سر و صدا باش، فهمیدی؟ غول اونقدر خسته بود که همونجا پشت میز غذا خوابش برد. زن غولم بدون اون که مرغو توی قفس بذاره و در قفس رو قفل کنه رفته بود که تخمای طلا رو قایم کنه. از صدای خورخور غول حسن فهمید که غول خوابش برده و تا دید که زن غولم نیست یواشکی از توی کوزه بیرون پرید و یه راست رفت سراغ مرغ تخم طلا. مرغ روی میز بود و داشت آروم آروم قدقد میکرد. خیلی جالب بود بچه ها. انگار که مرغ حسن رو شناخته بود. تا حسن صداش کرد از روی میز پرید و رفت تو بغلش. حسن هم اونو گرفت و پاورچین خودشو با مرغ به درخت لوبیا رسوند و فوراً از اون پایین رفت. چند لحظه بعد زن غول برگشت که مرغو بذاره توی قفس. یا باید ظرف بشورم، یا باید غذا بپزم، یا باید رخت بشورم، یا باید جارو کنم. اون وقت اینم که ای تخم طلا میکنه، من بیچاره باید راه بیافتم دنبالش جمع کنم. این قد کجایی؟ قد بیو قد کجا رفتی؟ قد زن غول همه جا رو گشت و وقتی ناامید شد رفت سراغ کوزه که از حسن سراغ مرغو بگیره. اما تا به کوزه رسید دید جا تره و بچه نیست. ای وای ببینم، وای کار خودشه. پسره برپریده نیم وجبی پاک قیبش زده. حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ غول از صدای گریه زنش بیدار شد. چیه؟ چه خبره؟ چرا نمیذاری 1 دقیقه کپه مرگمو بذارم؟ ها؟ خب بذار. غولم که دید مرغ توی قفس نیست شروع کرد به گشتن دنبال مرغ. هی کجایی؟ کی؟ من اینجا. میگه اینجام. کی با تو کار داره؟ خیلی خوب. اینجا
هم که نیست. پس کجاست؟ من دستش نزدم، همونجا روی میز بود، همونجا بود. نبود، همه جا رو گشتم، نبود. خب شاید که بال زده رفته. خب حتما بال زده رفته. احمق نشو زن، مرغ که بال نمیزنه. خب شاید از بس مجبورش کردی تخم بذاره، خسته شده گذاشته رفته. همش کار تو، احمق کله پوکه. نه خیر. حالا من بدون مرغ تو طلا چطوری زندگی کنم؟ به چی دل خوش باشم؟ خب به من، به قول خانوم، خانوما. واه به تو؟ خب بله به من. افریته بیریخته بدترکیب. بله. به من میگی افریته بیریخته بدترکیب؟ بله. منه به این خوشگلی؟ معلومه قیافه خودتو ندیدی با اون هیکل قناست، با اون صورت بدترکیبت. توی آینه نگاه کنی آینه از هر قش میکنه. بستی که بیریخته و بدهیکلی. غول که خیلی بهش برخورده بود و حسابی عصبانی شده بود، با مشت محکم زد توی صورت زنش. بازم که مزخرف گفتی. زن غولم که دردش اومده بود یه مشت محکم به غول زد. غول افتاد و دیگه خیلی عصبانی شد. منو میزنی؟ آره. پس اینم عوض مشتی که به من زدی. خیال کردی که دردم اومد؟ بله، پس چی؟ اشتباه کردی، پس بگیر. بچه ها، این دفعه غول چنان زنشو زد که بیچاره قش کرد و نقش زمین شد. کتککاری زشتی بود که سر مرغ تخم‌طلا راه افتاده بود و با اینکه زن غول پشت سر هم ناله میکرد، غول ولکن معامله نبود و دائم غر میزد و میگفت مرغمو میخوام. بچه ها، از این طرف توی خونه مادر حسن با خاله رعنا نشسته بود و گریه میکرد. خیلی دلواپس بود، نمیدونست چی کار کنه. خاله رعنا هم هی دلداریش میداد. باز دیگه چی شده خواهر؟ شد ما یه دفعه بیاییم تو خونه و تو گریه و زاری نکنی ها؟ نه نشد خاله رعنا، از دست این بچه حتما بلایی به سرش اومده، وگرنه تا حالا برگشته بود. دیگه از زندگی سیر شدم. ای خواهر اینقدر نفوس بد نزن. این حرفا چیه که میزنی ها؟ پسر بچه شیطونه دیگه. مگه پسرای منو ندیدی چه آتیشی میسوزونن؟ تفلک حسن هم یه بچه است مثل اونای دیگه. فرقی چیه ها؟ فرقش اینه که یه عمر زحمت کشیدم، جوونیمو به پاش ریختم. حالا اگر برنگرده چه خاکی به سرم کنم؟ مگه فقط تو جوونی تو ریختی پای بچت؟ همه میریزن. بیا این دستمال بگیر، اشکاتو پاک کن. بیا. باشه. بی خودم اینقدر گریه نکن که هر وقت این بچه میاد خونه ببینه مادرش گریونه. الان واسه یه چایی میریزم، بخور، دلت گرم میشه. اینقدر با این بچه دعوا نکن، از خونه فراری میشه ها. در همین موقع صدای حسن از دور شنیده شد. مادر جونم من اومدم. شنیدی خواهر؟ شنیدی؟ صدای حسن بود. بله جونم، الهی شکر بچه برگشت. در همین موقع حسن در حالی که مرغ تخم‌طلا و پشت سرش قایم کرده بود وارد شد. اونقدر خوشحال بود که اصلا گریه مادرشو ندید. حسنت اومده، پسرت اومده.
الهی شکر. کجا بودی حسن جون؟ داشتم دق میکردم. یعنی ببینم صحیح و سالمی، طوریت نشده؟ البته که سالمم، هیچ طورم نشده. حالا بگی بشی چشماتم ببند، برات سوغات آوردم. حسن رفتی دیر برگشتی، حالا بازی هم در میاری؟ سلام خاله رنا. سلام به روی ماهت خاله. امون از دست تو خواهر. خوب بگی بیشیم، بلکه بچه یه فکری تو کلشه. چشم بستن که کار نداره. خاله رنا شما هم چشماتونو ببندید. چشم خاله. باشه، اما میدونم همش بازیه. ببند بابا، ببند دیگه. یه چشم دواده ها. حسن وقتی مطمئن شد چشمای مادرش و خاله رعنا بستن، یواشکی مرغ از پشتش بیرون آورد و حالا چشماتونو وا کنیم. دی به چه مرغی، قربون اون قد و بالات. مرغ به این قشنگی از کجا آوردی ها؟ الان براتون میگم. مرغ تخم طلایی با بالای حنایی، تخم طلا برام بذار، دار دی چرا تخم نداشت؟ برش دارم کسافت کاری میکنه. تو گفتی دار اونم واسه تخم طلا گذاشت هان؟ ای خواهر، آخه یه دقیقه زبون به دهن بگیر. مگه تو 7 ماهه به دنیا اومدی؟ چه میدونم والا. خب بلکه اون بچه یه جاشو عوضی خونده باشه. بله راست میگی دیگه. خب حتما یه جاشو عوضی خوندم. دوباره بخون قربونت برم. مرغ تخم طلایی با بالای حنایی، تخم طلا برام بذار، دیر دار این دفعه حسن شعر رو درست خوند و مرغ یه تخم طلا گذاشت. وای عجب تخم طلایی. نگاه کن. بده ببینم، بذار امتحانش کنم. خاله رعنا تخم طلا رو گرفت و کوبید زمین و مطمئن شد که طلاست. بله خواهر، این طلاست. مرغ تخم طلا پیدا شده. الان میرم توی ده همه خبر میدم. تبارک الله احسن الخالقین، مرغ تخم طلا پیدا شده. تبارک الله احسن الخالقین، مرغ تخم طلا پیدا شده. مرغ تخم طلا پیدا شده. مرغ تخم طلا. ای حسن جون، این همون مرغیه که بابای خدا بیامرزه داشت؟ بله، این همون مرغیه که قوله برده بود. من خودم آوردمش. آفرین حسن جون. حالا تو هی بگو این حسن خوله چله دست پا چلوفتیه. منو بگو که فکر کردم پسرم خوله چله دست پا چلوفتیه. بله پسر منه، حسن من از همه پسرم بهتره. حالا حسن جون تعریف کن ببینم این مرغو چجوری آوردی؟ الان واسط میگم. اول رفتم اون بالا. ای وای حواسمو پرت میکنی. بازم باید برم اون بالا، کار دارم. بعدم میام پایین، همه چی رو واسط میگم. من رفتم، خداحافظ. کجا رفتی حسن؟ وای نمیتونم برم. یه چیزی بده قیافم رو عوض کنم. بذار ببینم چی دارم تو این اتاق. حسن جون چیز خوبی پیدا کردم. چیزی پیدا کردی؟ چادر. هان؟ آره حسن جون، بیا اینو بگیر توی دستات، بعدش هم اینطوری بچرخون، وسطش هم بذار روی سرت. آهان اینطوری بگیرم بعد بزن رو سرم. باریکلا، آفرین، خوب بلدی ها. خوب شد؟ آره. خب دیگه حالا من رفتم، خداحافظ. خدا پشت و پناهت باشه پسرم. اسمت هم عوض کنی ها. باشه اسمم عوض میکنم. خداحافظ. مواظب خودت باش نره، زود برگردی ها. باشه. بچه‌ها،
حسن گوشه چادر رو به دندوناش گرفت و تند از درخت لوبیا بالا رفت. خدا کنه میره اون بالا طوریش نشه، خدا کنه به سلامت برگرده. هرچی نباشه بچم بازی گوشه، خدا حفظش کنه. چه مرغی واسم آورده. بیا اینجا ببینم. تخم ببینم مرغک تخم طلایی با بالای طلایی، تخم طلا برام بذار. حسن هر طوری بود با چادر از درخت بالا رفت و دوباره خودشو رسوند به کاخ غول. پشت در چادرشو درست کرد و روشو خوب گرفت، اما ته دلش هنوزم میترسید. بیشتر تا غوله برنگشتی برم در بزنم. اسممو چی بذارم؟ اسممو ولش کن، یه چیزی میذارم دیگه. دیگه کیه؟ چی کار داری هان؟ منم نرگس. نرگس دیگه کیه؟ برو پی کارت، حوصله داری؟ برو پی کارت. درو باز کنین، کار واجب دارم. نرگس کیه؟ چی کار داری؟ کجایی هان؟ آقا چقدر بزرگه، هنوزم خیلی بزرگه ها، بازم میترسم. زن غول تا چشمش به حسن افتاد خواست فوری در رو ببنده که ای وای، بازم که یک آدمی زاد. برو پی کارت. من که دیگه گول نمیخورم. برو. خواهش میکنم در رو نبندید. همه میگن شما خیلی خانم مهربونی هستین. کی گفته؟ خب دیگه همه میگن، فقط میگن شوهرتون خیلی بد اخلاقه. بله، شوهر من بهترین غول دنیاست. الانم سر برسه تو رو یک لقمه چپت میکنه. وای بذارید بیام تو، خستم، تشنم، یه عالمه راه اومدم، با هم تاول زده. بهت که گفتم من دیگه گول نمیخورم. من که نمیخوام شما رو گول بزنم. خب همه همینو میگن. انگار شده تا حالا کسی بیاد بگه تق من اومدم شما رو گول بزنم. نه خیر، برو به کارت. دیدینم، پس به خودی میگفتن شما خیلی مهربونی ها؟ نه خب اگه که همه میگفتن که من خیلی مهربونم، تو هم بیا تو به درک. هر چیزی دیدی از چشم خودت دیدی ها. بیا تو، اما ساکت بگیر بشین. چشم. حسن دوباره دنبال زن غول راه افتاد و وارد کاخ غول شد. به چه قصر قشنگی، عجب قفس طلایی خوشگلی، حتما توش توتی نگه می‌دارین. آخ وای بهت که گفتم ساکت بگیر بشین، حرف نزن، راه نرو، تکون نخور، نفسم نکش، اسم اون توتی لعنتی هم دیگه نیار. حسن فوری گوشه نشست و چند لحظه نگذشته بود که دوباره صدای فریاد غول اومد. وای اومد. وای خانم جونم، این چیه دیگه؟ شوهرمه. حالا چی کار کنم؟ اگه تو رو ببینه فوراً تو رو میخوره. وای کجا برم؟ بیا برو یه جای قایم شدی. آخه کجا؟ بیا برو اونجا، اینجا، بیا برو تو این سبدا مایه درد سر. برو تو قایم شد، صدات هم در نیاد. وای بچه ها، حسن فوری رفت توی یکی از سبدای بزرگی که کنار اتاق بود قایم شد، چادرشو کشید توی سبد و در و بست که غول وارد شد. آهای غول خانم، کجایی؟ چقدر خسته شدم، چیزی هم که گیر نیاوردم بخورم. بازم بازم که بوی آدمیزاد به دماغم میخوره. بوی آدمیزاد از کجا میاد؟ اصلا آدم کجا بود؟ تو تازگی حوثشو کردی هی بهانه‌شو میگیری. دارم به بوی آدمیزاد نزدیک میشم. بچه ها چشمتون روز بد نبینه.
قوله همینطور بو میکشید و کم کم داشت به سبدا نزدیک میشد. اما زن قول که میدونست قول از موش خیلی بدش میاد فوری گفت رسیدم. آهای این طرفا نیا که تو سبدا 3 تا موش خوایم. من از موش حالم به هم میخوره، اما اگر آدمی زاد ببینم استخوناشو خورد میکنم، آرد میسازم میدم به تو، نون میپزی من میخورم. نه، باید با موهاشم رشته به رشته برام درست کنی. زود باش شام منو بیار. زود باش شام میخوام. زود باش شام میخوام. بیا بگیرینم شامت، بگیر بخور انقدرم سر صدا نکنه. بچه ها، قول ظرف بزرگ سوپو که قد یه حوض بود گرفت و همشو یه جا سر کشید. قول خانم. بله. میگم حالا که غذامونو خوردیم چطور بگم چنگ سحرآمیز بیاد تا نقمه‌ای بزنه تا غذامون هضم بشه. بگو بیاد، اما من که غذایی نخوردم که هضم بشه. اول ببین همه درام هستن. بله. خب پس شروع میکنیم. قول 3 ضربه زد روی میز و به چنگ علامت داد. چنگم از توی صندوق طلایی قشنگش بیرون اومد و چرخید تا رسید به کنار میز و نشست. دینگ دینگ بیا. چه قشنگه، چه صدایی داره. بخون که غذام هضم بشه. واه میخواد من بخونم غذاش هضم شه. بیشا خودم دشمن موسیقی. مثل این که امشب خیلی سر حالی، سر به سرم میذاری گوگوری مگوری من. به من دست نزن، اصلا هم سرحال نیستم، ازت بیزارم. بازم افتادم تو دست تو بیزوق موسیقی نشنا. قول خانم، این چنگک به من میگه نزنه. خب سیماشو بکن، بهش بگو چنگال، بهش بگو خرچنگ. وای بازم که نشنیدی. خوب گوشاتو وا کن، بالاخره یه روز از اینجا میرم. از اینجا میره عزیزم. قبل از اینکه یه روزی از اینجا بره میخواد. خب حالا شاید رفت، پس بذار اول آهنگ منو بخونه. نه ساکت باش. چنگ قشنگ، ساز خوش آهنگ. چنگ عزیز، ساز سحرآمیز. نغمه‌ای سر کن، دانگ و دانگ و دانگ، دینگ و دینگ و دینگ. الان میخونه بابا. حالا کی میگه هارو من از تو بیزار میخوره مدام ای نهار و شام تا درات صدام میگه دام دام دام. درخت گردو درخت پسته از دست تو من شده ام خسته. درخت گردو درخت پسته از دست تو من شده ام خسته. حالا کی میگه قار من از تو بیزار درخت بلوط درخت صندوق تا کی بمونم توی این صندوق. درخت هلو درخت بادام میرم از اینجا ای بیشا خدا. درخت هلو درخت بادام میرم از اینجا ای بیشا خدا. میگه بیا بویگی حیا
بیکاشو بیا گل بدحیا بیگلی بیا گل بی حیا بیکاشو بیا گل بدحیا بیگلی بیا گل بی حیا بیکاشو بیا. چنگ سحرآمیز آوازی رو که غول دوست داشت خوند و خوند تا غول خوابش برد. بعد اطرافش رو نگاه کرد و حسن رو دید که یواشکی سرشو از توی سبد آورده بیرون. حسن دید که زن غولم چرت میزنه اما هنوز خوابش نبرده. چنگ تا چشمش به حسن افتاد چرخید و چرخید و چرخید و خودش رو رسوند به حسن و کنار حسن نشست و گفت سلام. سلام چنگ جادو، من حسنم، پسر بابا حسن. منو یادت میاد؟ البته که یادمه. تو اومدی اینجا منو نجات بدی مگه نه؟ آره، اما اولش باید یه کاری کنیم زن غولم خوابش بره. زن غول؟ آهان، خیالت راحت باشه. الان آوازیو که دوست داره واسش میخونم، فوراً خوابش میبره. یه دقیقه صبر کن. زود باش. آواز خودم. بخون بایی جلو بخون. بهار شده گل اومده ته بلبل اومده روی خوش بنفشه ها موسم سنبال اومده ابرای توی آسمون بستن و آفتاب اومده ستاره ها تو در بیان به وقت مهتاب اومده چشمات روی هم بذار به خط لحظه خواب اومده چشمات روی هم بذار به خط لحظه خواب اومده لالایی 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 لالایی. بازم بخون. چشمات روی هم بذار به خط لحظه خواب اومده چشمات روی هم بذار به خط لحظه خواب اومده لالایی 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 زن غول با آواز چنگ خوابش برد. چنگم فوری اومد سراغ حسن. دیدی؟ حسابی خوابش برد. بیا بریم. خیلی خوشحالم، دلم میخواد بال در بیارم. بیا بریم. حسن چنگو گرفت و از هول عوضی رفت به طرف دری که غول همیشه از اونجا وارد میشد. زود باش بیا بریم. کجا داری میری؟ از این طرف نرو، از اون طرف برو. عوضی رفتی از این بر که نمیتونیم فرار کنیم. از اون بر. راست میگی ها، باید از اون بر برم. یه دقیقه صبر کن. باز دیگه چیه؟ بالاخره از دستت خلاص شدم غول عوضی. بچه ها، غول و زنش از صدای فریاد چنگ بیدار شدن. غول در آخرین لحظه حسن و چنگ رو دید و رفت به سراغ درخت لوبیا که هر طوری هست اونا رو بگیره. اما فهمیدم کی هستی. هر جا بری میام دنبالتون، میگیرمتون، تیکه تیکتون میکنم و میخورم. توی خونه مادر حسن برو بیایی بود. خاله رعنا ماجرای مرغ تخم طلا رو به دونه دونه مردم ده گفته بود و همه آشناها و همسایه ها رو دعوت کرده بود خونه مادر حسن که بازگشت حسن رو جشن بگیرن.
مادر حسنم تخم مرغای طلا رو توی دامنش گذاشته بود و هر کی از راه میرسید یه دونه بهش چشم روشنی میداد. خاله رنو بالاخره به همه خبر دادی یا نه؟ بله که خبر دادم. اینجور کارا پنهون کاری نمیشه خواهر. فردا همه خودشون میفهمیدن دیگه. بله بذار برم در رو باز بذارن که هی مجبور نشم پاشم بشینم. یا الله اومدیم بابا. سلام خوش اومدین. علیکم. سلام مشت جعفر. چطوری رهنو خانوم؟ بابا گوشاتونو وا کنین. خوب گوشاتونو وا کنین. یه دقیقه سلام علیکو تمومش کنین تا واسهتون تعریف کنم. گفتم بیاین اینجا تا یه قضیه مهمی رو واسهتون بگم. بگو چی شده؟ بله با همین چشمای خودم دیدم حسن از بالای درخت لوبیا اومد پایین و مرغ تخم طلا رو آورد و گذاشت توی دامن مادرش. نه بابا. حالا هم رفته چنگ از غول پس بگیره. نه بابا. راست میگم والا. بفرما. تو بودی میگفتی حسن عقل نداره، حالا دیدی چه عقل و هوشی داره بابا. بابا ماشاءالله، هزار ماشاءالله. بابا من چه گفتم؟ من که باورم نمیشه. یعنی همین حسنی که تا دیروز جدول ضرب و بلد نبود حالا مرغ تخم طلا رو از غول پس گرفته و رفته چنگو بیاره. بله من که از همون روزای اول میگفتم این پسر خیلی زرنگ. شما که شاهدین آقا معلم. بله من چند سال که صدای چنگ جادو رو نشنیدم. حالا میخوام بشنوم. بابا میشنوی عجله نکن. بابا میشنفی. یعنی این حسن مردنی؟ بله. خجالت هم خوب چیزیه. مشت جعفر اقلن از مادرش حیا کن بابا. ببخشیم بابا، یعنی این حسن آقای گل مرغ تخم طلا رو آورده و رفته که چنگ جادو رو از غول پس بگیره؟ البته که پس گرفته. پسرم از همتون شجاع‌تره. شاگرد من آقا. از منم گوش میخوره. این چند وقته هیچ کدومتون به فکر این غول بدجنس نبودی. بابا ای والله 100 باری کلا مرحبا. والا اگه من سایه غولم ببینم از ترس زهر ترک میشم و پس میافتم. الان میارم. اون پشته پیداش کردم بگیرد نمیدونم خبر. بچه‌ها حسن که با چنگ برگشته بود چنگ و زمین گذاشت و دو دستی تبر رو گرفت و چندین ضربه محکم به تنه درخت زد و تنه درخت رو قطع کرد. او با صدای مهیبی از بالای درخت لوبیا افتاد و نقش زمین شد. چه هیبتی داره. بیاین نگاه کنین. آدم از مردشم وحشت برش میداره. بدوین کفشاشو بند کفششو موهایشو کمربند بچه ها نمیدونیم چه لحظه با شکوهی بود. همه با هم دور غول جمع شده بودن و از خوشحالی در پوستشون نمی گنجیدن که یه دفعه همه جا تاریک شد و پیرمرد جادوگر ظاهر شد. چی شد؟ چرا همه تاریک شده؟ آفرین حسن، باریکلا پسر شجاع. بیا حسن، بیا بگیر، اینم جایزه تو خانوم حنا. آره خانوم حنا. خانوم حنا کجا بوده آخه خانوم حنا؟ شده بود. بله خانوم حنا برگشته بود و حسن از شادی میخواست بال در بیاره. پرید و چندین بار خانم حنا رو بوسید. همه جشن گرفته بودند. چنگ سحرآمیزم این میون آهنگ میزد و یکی از همون آهنگای قدیمی رو واسه همه مینواخت و همه باهاش آواز میخوندند.
کاری نمیشه. قول پرید و کشتیم تو کتابا نوشتیم، آواز بخون همیشه نگو کاری نمیشه. هر کس که بد بکنه راه رو ترک بکنه، عاقبت رسوا میشه موجش آخر وا میشه. آواز بخون همیشه نگو کاری نمیشه. وقت دیگه سر اومد، خوشحالی از سر اومد، آواز بخون همیشه نگو کاری نمیشه. قول پرید و کشتیم تو کتابا نوشتیم، آواز بخون همیشه نگو کاری نمیشه. هر کس که بد بکنه راه رو ترک بکنه، عاقبت رسوا میشه موجش آخر وا میشه. آواز بخون همیشه نگو کاری نمیشه. وقت دیگه سر اومد، خوشحالی از سر اومد، آواز بخون همیشه نگو کاری نمیشه. قول پرید و کشتیم تو کتابا نوشتیم، آواز بخون همیشه نگو کاری نمیشه. هر کس که بد بکنه راه رو ترک بکنه، عاقبت رسوا میشه موجش آخر وا میشه. آواز بخون همیشه نگو کاری نمیشه. وقت دیگه سر اومد، خوشحالی از سر اومد، آواز بخون همیشه نگو کاری نمیشه. قول پرید و کشتیم تو کتابا نوشتیم، آواز بخون همیشه نگو کاری نمیشه. هر کس که بد بکنه راه رو ترک بکنه، عاقبت رسوا میشه موجش آخر وا میشه. آواز بخون همیشه نگو کاری نمیشه.